اصلا. ولی دوستام و اینا گفتن که پسرونه میگفتن اذیت نکن، گفت به خدا میزدنمون. ببین ما یه معلم داشتیم خب توی حالا اسمش نمیگم ولش یه معلم داشتیم، معلم هنر بود این داداشمون. هنرها دیدی چقدر مهربونه. معلم هنر اصلا همیشه بازی میکنن دیگه، همیشه باز زدن نداره. یعنی این معلمه یه چیزایی در می آورد هیچ معلم، یعنی اول صفحه اولو باز میکرد عکس امام خمینی مثلا میگفت اینو بکشید، یه ریششو کم میکشیدی انقدر میزده اصلا کج بری 3 ماه. یعنی چی؟ من به این معلمه یه بار رو من چاقو کشید. چاقو نه و چاقو هم نه، کاتر دیدی قلم تیز میکنن؟ اون قلمه رو به من گفت. بابا یه پیرزنی بود خب این پیرزنه سبد میوه دستش بود، گفت اینو بکشید. ما هم اول راهنمایی خود سبد میوه پیرزن، من پیکاسو هم چیکار کنم با اینو بکشید. آقا من اینو بلد نبودم خب بکشم، خیلی سخت بود. ولی خواهرم گرافیست بود قشنگ، یعنی پیرزنه که چیه زنتا پیرزنم بغلش میکشید. میریم اینو سمت چپ. آقا من اشتباه کم دادم خواهرم کشید. بهشم گفتم ببین اینو یه جوری اونطوری مثل خودت نکش، میفهمه. یکم مثلا سیباشو بدجوری تازه ببین. بعدش این که اونه که من مهلتی بود، یعنی میگفت هفته دیگه رو میز باشه. ما هم از این چه هنریه؟ من میدونی چرا؟ من چون این میترسیدم دادم خواهرم بکشه، میدونستم اگه یکم به اشتباه بکشم دایره سیبر رو مثلا یکم فلان کنم میزنه. به خدا ببین با مش میذاش تو دنده یارو سینه‌شو میگرفت دلا میشد دیگه، اپوش با مش میذاش تو کمرش میافتاد رو زمین. برعکسش میکرد همونجوری در حال پال زدن، برعکسش میکرد تو سرلاشخال. به جون مادرم به خدا. آره بابا بریم راست. ببین یه چیزی میگم اسم میشنوی اصلا. آخه من نمیفهم این مدیر نمیگفتش که تو مدیر ما چی میرفتیم پیش مدیر چیز میکردیم، یه پس هم مدیره میزد، تازه میشدن 2 نفر. آخه آموزش پرورش میرفتیم شکایت میکردیم. آموزش پرورش شکایت میکردیم که کل برنامه هم هنرمو صفر میداد، هم مدیرمو، همه ریاضیمو دیگه از زندگی میشدم. یعنی میگفتم آجا کتک بخوریم بهتره از که بیاد میگفت آج شکایت میکنی؟ آره ریاضی صفر، عربی صفر فلان. بعد با هم میرفتیم تو خیابون آشغال جمع میکردیم 4 روز دیگه، همین چیزی که میبینید مردم انجام میدن. یه سریاش به همین دلیله، یه سریا چیز نمیکنن. حالا این من دیدم خواهرم خیلی خوب کشید، یعنی با اینکه گفته بودم بد بکش بعدش خوب شده بود دیگه، چون یه قلمایی داشت اون سیبه رو همون رنگی میکشید. معلوم اصلا من چون مادر خودم طراحه میدونم ناخودآگاه اینا. حالا من چیکار کردم؟ منم روز آخری رفتم گرفتم اینو دیدم رنگم پرید. گفت بد شده؟ گفتم بابا لعنتی بهت میگم پیرزنو چرا اینطوری کشیدیش؟ شبیه خودشه. و من پیرزنه شبیه خودشه، سیبا همه چی، یعنی ورق کتاب میکندم میذاشتم اونو ور میداشتم اینو میذاشتم نمیفهمید یارو سمت راست. خلاصه ورداشتم منم خط خطی کردم، یعنی سیبر رو ورداشتم این رنگش کردم، نمیدونم سبزو کشیدم رو آبیا، یعنی مستقیم همه رو ورداشتم خودم خط خطی کردم، یکم بعدش کردم پاک کن ورداشتم سیاهش کردم فلان. آقا رفتیم دادیم به این، میریم سمت راست رساد، دادم به این طرف گذاشتیم رو میزش اسممونم نوشتیم اینا. آقا داشت نگاه میکرد، رسید به عکس ما، یه 4-5 تا رو گرفت زدش زدم اون وسط. رسید به عکس ما گفت توسلی بیا بیرون. ای بابا عجب بدبختی گیر کرد. ببین اسم یکی رو صدا میکرد میفهمید که یارو اصلا خیلی مرد بود خودشو خیس میکرد مستقیم میره. رفتیم اون ور دیگه برو
راهنمای راست چپ بزن برو. میبینی بارون اومده خیلی فده شد. اسم هست که رفتم گفت یه ورق سفید گذاشت، صندلی گذاشت بغلش، گفت بکش. گفتم آقا من اینو میدونی تو چند ساعت کشیدم؟ گفت این سیبه رو بکش. گفتم آقا من قلمام نیستش، باید چیزام باشه، مداد رنگیام باید باشه، اینا رو با اون نکشیدم. گفت اسم مداد رنگی چیه؟ آقا اینا اسم داشت همشون، به فلان و به فساد. برو سمت چپ، لینکس آف چپ، اسم داشت همشون، به نمیدونم دو به فلان و همشون اینا مخصوص. من یه دونه اصلا مداد خودم که دستم بود نمیستم به چنده، لینکس آف. آره مستقیم باید بری تو راستیه. آقا این یه کاتر داشت باش قلم تیز میکرد که خوش خطاطی میکرد. بعضیا خطاطی انتخاب کردن، بعضیا نقاشی. من بدبخت نقاشی انتخاب کرده بودم چون یه ویلگو رو مثل نستعلیق نمیدونم فلان نمیکشیدی دهنت سرویس بود. من گفتم حداقل نقاشی رحم میکنه، چه میدونستم پیرزن میده، گفتم 2 تا خونه میکشیم واسش. آقا این میگی مبصر برو پنبه بیار. پنبه چیکار میخوای گوششو ببرم و یک به خود جدی آقا من این خاطر کشید، من فرار کردم تو حیاط مدرسه. بعد این یارو میگفت من به خدا معلم گفت من دیتم میدم، یعنی اینطوری اینجور آدمی بود. اینا سالم نیستن، اینا مریضن. ما کلا 2-3 تا معلم سالم داشتیم کلا. خب مستقیم میره کلا 2-3 تا. اینجا رو حواست باشه دوربین هستش 50 تا میره. نه من قبلش آلارم دادم دیگه، بیشتر بری چیز شدیم. نه ما کلا 2-3 تا تو کل سالهای تحصیلی من به جز اون معلمای ابتدایی اینو که همیشه مهربونن. معمولا هم خانومن. آره آقاشون هم مهربون بود، یعنی مثلا معلم مردمون هم مهربون بود. به خدا تست سلامت روان باید از همه. خب اونجوری دیگه مدرسه ها تعطیل میشه. باید بالاخره ادامه تحصیل بدن بچه‌ها. نمیشه که ای تست بگیرن که کل ایران از میخوابه سیستم. نه یه راه چیز بگو پرکتیس بشه عملی اجراش کرد. ولی یعنی ما معلم بد داشتیم واقعا اذیت میکرد، مثلا گیرای الکی میداد، بیمار بود داشتیم، ولی اینکه تنبیه آخه نمیشه دخترها تنبیه فیزیکی بکنن قش میکنه میفته، یعنی نمیتونن. ببین ما معلم عربیمون خب تیله داغ کرده بود تو شلنگ که این میزنه شما باد کنی. خب بعد نامرد میزد تو سر، چون دستتو میگرفتی میترسیدی دستتو میکشیدی میزد تو سرت. بعد شما میگی برو به مدیر بگو. این ما رو جلو در مدیر صف میکرد. از من میگه چه نرفتی به مدیرتون بگی؟ چون این ما رو همونجا مدیرمون اونجا به خدا اینا مدیرمون تیلا رو باد میزد اونجا. اینا مریضای خطرناکن. خدا برو سمت چپ لینکس آف. اینا مریضای خطرناکن. یعنی چه لذتی داره تو بچه رو اینجوری میکنی؟ بابا یه چیزی من باید تعریف کنم. من حقیقت اینجا هم میپیشنم بیشتر هم شو برای این واسه تعریف کنم. ببین من از قبرس من چند سالی قبرس بودم تو بچگی، مثلا شاید مثلا از 11 تا 15 سالگی این تایم. خب قبرس اروپایی اونجا کلاس موسیقی داشتیم، کلاس نمیدونم اصلا دختر پسر کاری با هم نداشتیم. مثلا معلمو میادن درس من کلاس شیمی اینجا نمیدونم واقعا شیمی درس میداد یارو، یعنی آزمایشگاه بود. آره درس شیمی درس میداد، اون زبانشون زبان درس میداد، کارا خودشون نمیکنن معلما. خب از اون جو یه دفعه اومدم رفتم تو این مدرسه‌ای که بهت گفتم تیله توشه. خب
ببین من شبا مریض نشدی؟ مریض نشدم. شبا من میگفتم خدایا یه آرزو کنم، فقط من چشمو واز کنم ببینم چرا من اومدم تو این کشور، ببینم تو همون جایی که هستم، یعنی این کاری ببینم تو ایران نیستم. این شکل. خب خیلی وحشتناکه. من رفتم داخل مدرسه، معلم عربیمون گفت یه گاج بخرید. گاج کتابی اصلا گنده. من گفتم اصلا عربی مثلا حالا میخونیم دیگه، زبان دیگه خوبه. ولی خب نحوه آموزش چجوری بود؟ آقا گاج بخرید، گاجر رو با هم من بخرید، گاجر بیرون میفروختن. منم یه آدم رادیکال اصلا واقعا با همه درگیر بودم با این طرز فکر رو. همه کلاسمون از اون خریدن، من رفتم بیرون خریدم. بعد آقا این با همه مشکل داشت. بعد نحوه درس دادن، گاجو باز میکردیم، نفر اول میگفت بخون. او کلاس قرآن که نیست همش میگی روخونی کنید، عربی با درس بدی، زبانه. میگفت بخون. آقا اولی میخوند، یکم که اشتباه میگفت این اوه ها رو دیدی سخته بابا، اوه خیلی داره. یه دفعه میگفتم حیف نونی که پدر مادرت به تو دادن. من بی تربیت. بعدی میخوند خاک تو سره. یه معلم داشتیم که همش بهمون میگفت پوفیوس. یه روز شاکی شدم، معلم فارسی بود. یه روز شاکی شدم گفت پوفیوس فوش نیست. کتابو در آورد لغتنامه. پوفیوس یعنی بی غیرت. شما بی غیرتی، این همه پدر مادرتون زحمت میکشن تو درس نمیخونی، پس تو پوفیوسی. همین جوری قشنگ با دلیل و منطق ما هم خداییش قانع میشد. پسر خوبی بودیم. گفتم راست میگه، ما یه مش پوفیوس اینجا جمع شیم دورم درس بخونید دیگه بچه‌ها. ولی خب این معلم عربیه آقا کارش شده بود همین، اولی بخون تا آخری فوش میداد. همین فوش میداد که همین ناله و نفرین، خاک تو سرت بعدی بخون، خاک تو سرت بعدی بخون. همین. آقا یه چند وقت گذشت من واقعا اصلا بهم برخورده بود. یه بارش من دوستم بغل دستیم خیلی عربیش خوب بود. آقا این خوند و همه رم جواب داد. اصلا جوری شد بچه‌ها به وجد اومدن بهش دست زدن بدون اینکه معلم بگه. یه دفعه گفت خاک تو سره. بغدی من بود. من آقا میگی من شاکشم، پا شدم گفتم این چه وضع درس دادنه؟ برو سمت راست بخسا. گفتم این چه وضع درس دادنه آقا؟ شما اصلا عربی درس نمیدی، شما اونجا از کلاس فوش و بوکس و این چیزاست، اینجا کلاس عربی نیست. ما هم داریم اینجا بوکس تمرین کنیم، دفاع شخصی. من فقط دارم خودم دفاع میکنم بین چک و لغتای شما. من اون موقع که اومدم اینجا بدونی که عربیم خوب شه، تکواندو و بوکس هم خوب شده. این چه وضع مدرسه است؟ جرأتی داشتی. بعد آقا بلایی سر این معلمه آوردم، ام مدرسه انداختنم بیرون. گفتم آقا، گفت تو بلدی تو بیا درس بده. گفتم معلومه که بلدم، حالا من عربیم خیلی ضعیف بود. گفتم من درس میدم. آره من درس میدم. مستقیم برو. آقا من رفتم نشستم جا معلمه اومد نشست جا من که من درس بدم. مستقیم برو. معلمه نشست جا من که من درس بدم، که قشنگ مثلا بگه نگاه کن تو خودت چی بلد نیستی و اینا. گفتم بخون شما اولی. آقا خون. گفتم خاک تو سره. گفتی؟ اولی. آره اولیه. شروع که خون تا معلمه میز دوم نشسته بود، دوم سوم. بعد رسید به خودش. گفتم آقا بخون. بعد ببین معلمه نمیدونست بخونه یا نخونه، چون میخواستم بگم حیف نونی که پدر مادر به تو دادن. نمیخون. میگفتم بلد نیستی عربی؟ بخونید دیگه آقا. من نمیگی من عربی درس بدم؟ بخونید. بلد نیستی؟ آقا پاشد افتاد دنبالم. اول که گاجه رو پرت کرد سمتم، بعد افتاد دنبالم. فرار کردم رفتم بیرون. این رفت برای مدیرمون تعریف کرد و مدیرمون گفت اینو دیگه مدرسه راش نمیدیم. گفتم چه وضع مدرسه ایه. حالا ولی یه بلایی سر این معلمه آوردیم خیلی قشنگ یه بلایی سرش آوردیم. ببین این دیگه منو راه نداد تو کلاساش. من خودم قهر کردم از مدرسه رفتم. زنگ زدن، مدیرمون زنگ زد گفت بگید بیاد سمت راست.
من چون داییم و اینا همه معلم بودن، اینا همه میشناختم فامیل ما رو. برو. نرفتم مدرسه، زنگ زدن گفتم برگرد بیا مدرسه. رفتم مدرسه، گفت ولی این دیگه راد نمیده. این گفته من اینو نمیدم، یا جای من اینجاست یا جای این دیگه راد. گفتم باشه. امتحان آخرین امتحان است که میگیرن. خب این میدونست من تقلب میکنم. خب من بالا خیلی سر شما تقلب وایساد. میکردم تو مدرسه. می‌کردی. بالا سر من مهندس وای بودی نستاد. ورم داشت برد یه کلاس جدا تنها گذاشتم اونجا، بقیه هم یه جا دیگه. برو سمت راست. مریض بود. دوست منم رفتنه گفت من این جام مدادی رو میخوام بدم توسلی. آقا این همون عربی خوبه، عربیش خوب بود. خب برداشت تمام سوالا رو نوشت داد داد به به هم. شما. چه با معرفت بوده. ببین منم تو کلاس صحنه بودم، هیچ کی اصلا بالا سر نبود. قشنگ همه قشنگ رو باز کردم نوشتی. همه رو نوشتم. فکر کنم من که همه میدونستن عربیم خوب نیست، معلمم میدونست صفر میشم اگه تنها باشم. عربیمو رفتم رو 18 19. خب آقا رفتم دیدم تو کارنامه 2 داده. آقا من رفتم مدرسه برگرد در آورد. گفتم که به مدیرم گفتم من میخوام بازبینی بشه، من میخوام ورقه امتحان من کو میخوام ببینمش، این من نمرم خوبه. مدیرم گفت آقا بیار ببینیم دیگه ورقه رو. معلمم گفت نه. مدیرم گفت ای آقای فلانی زشته، ورقه رو بیار ببینیم دیگه. میگفت نمیدونم کجاست. میگفت ورقه امتحانی اصل کاری. چی نمیدونم. آقا فلان ورقه رو مجبورش کردم بیاره، حیثیت حیثش یارو رفت. رفت. واه یک بلایی حقش سرش بود. اومد، حقش یک بلایی بود. سرش اومد. مستقیم میریم. حقش بود. آدمی که اینجوری مریضه آخه یعنی چی؟ مریض بیمار. آره این معلم عربیم خیلی بدبخت، دهنش سرویس شد. ولی خب من از تو اون جامعه‌ای که اونجوری مثلا ما میرفتیم بیرون میومدیم پارتی استخ فلان، اون خیلی سخته. اون خیلی سخته. اون خیلی سخته. ولی این کاری که کردیم خیلی جرأت داشتیم. من واقعا جرأت نداشتم بخوام رو معلم همچین کاری بکنم، ولی خب دیگه براش شده قشنگ تنبیه. از تو اون جامعه‌ای که مثلا فکر کنم ما یه جامعه آزادی که مردم بالاخره، من شب میرفتم بیرون میومدم اصلا کسی کار اصلا نداشت شما چی بگین پوشیدم که چی کار میکنم چیز موام بوده. چه جوری. موها رو از اینجا بلند کرده بودم اصلا تو کل مدرسه، یعنی موام خیلی بلند بود. قبل ایران خوب شد زدمش اصلا. فکر کن از اونجا پا شدم رفتم یه جایی که اصلا میرم مثلا میبینم تو خود خیابون اصلا افسردگی میگرفتم. یعنی باور کن الان مردم مثلا الان بچه‌ها کامنت میکنن که نمیدونم ایران اگه پول داشته باشی بهترین جاه. خب میگم شما فکر کن تو ایران پول داری، تریلیاردری. خب من این فرضا رو کردم دیگه. من قبل از اینکه بیام اینجا کارم جواهرسازی بود. با اون طرف که حرف میزدم، با اون دوستمون که کار میکردیم باهاش، گفت آقا چون خیلی کار میکردم از صبح تا شب توی 15 خرداد کار میکردیم اونجا تو کارگاه جواهر میساختیم، یعنی روزی 14 تا 13 تا جواهر سرویس طلا کامل میساختیم. برگشت گفت که آقا بیا نرو از ایران، بیا ما اینجا میدونی بعد از 5 سال همه چی داریم، یعنی خونه داری، ماشین داری، دیوونه ای میخوای بری الان چه وقت رفتن تو تازه کارو یاد گرفتیم، ما هم شبانه روز داریم کار همونجا میخوابیدیم مثلا. بعد گفتم باشه من برم بیرون فکر کنم ببینم، واقعا وسوسه شده بودم بین اینکه بمونم یا برم. رفتم بیرون شروع کردم قدم زدن، اصلا همون شبم بود سمت 15 خرداد نمکی و نمیدونم بچهای 8 9 ساله آدامس فروش و اینا رو تو خیابون داشتم میدم. آهنگم توی یه آهنگم گذاشته بودم توی گوشم، آهنگی گفت من از این شهر میرم شهری که ستاره هاش خاموشه، نمیدونم عاشق معشوقش رو میفروشه. بعد راه میرفتم نگاه میکنم گفتم فرض کن الان تو با لامبورگینی یا مثلا یه واقعا یه ماشین خوب الان توی تهرانی داری حرکت میکنی، وایستادی پشت چراغ، الان اون دختر رو میبینی میاد میخواد شیشت رو بشوره، چه حسی داری؟ مثلا سر این حسه بود که واقعا میخواستم فرار کنم از اونجا، میدونی یعنی کلا بحث یارو میگه تو زندگیت خوب نبود که نموندی. بله. با من نمیتونستم ببینم اصلا این چیزا رو، یعنی اصلا
دیدنش برام سخت بود. وقتی میدم مردم توی مترو هم دیگه رو هول میدم، من تو میموندم خدایا هول بدم که خیلی زایه است. اصلا شب خواب چرا هول بدم، چرا هول بدم، کرکترم نمیخوره اینا رو هول بدم. هول ندم، خب این اکسپرس میره سر کارم دیر میمونم، برم وسطشون له شدم. خب الان من چیکار کنم وسط؟ میشه من برداری اینجا ببری تو؟ میشه میگم من دقیقاً منم دلیلی که به فکر مهاجرت افتادم هم مسائل اجتماعی بود دیگه. خیلی بده واقعا. اون بده. تا چند سال پیش میشد بگین شما اگه دغدغه مالی نداشته باشین، آره میشد تا چند سال پیش، ولی از یه جایی به بعد نمیشد. ببین برای کسی میشه که اینا براش مهم نباشه. برای همه مهمه این چیزا، ولی نمیدونن. ببین توی مدرسه من که بهت گفتم هیچکی شاکی نمیشد، چون براشون از بچگی طرف نشسته بود با مش زده بودن تو صورت معلمه، هی زده بودتش. یعنی از بچگی با بچه بهش میگفتیم معلممون. معلم من تو قبرس روز اول بچه 12 ساله اینطورا، خب روز اول گفت که علی شاگرد جدیدمون هستن، آناستاسیا بیا برو بشین پیشش. آناستاسیا رو با من دوست کرد معلمه، که چی زبان، یعنی معلمه دوست دختر واسه من پیدا کرد توی کلاسمون. فکر کن از کنار آناستاسیا رفتم که نشستم کنار معلمای بیمار. آره. بعد خب این دوستمون که تو اون آدمایی که تو مدرسه بودن نمیدونستن، یعنی نه اینکه براشون مهم نباشه، آره اصلا نمیدونست. میگه خب معلم پا میشی میگه یارو چرا ما رو میزنه دیگه، میدونی اصلا نورمال بود دیگه. از کلاس اول ابتدایی شلنگ خورده بود. توی خیابون مثلا به یکی میگفتم آقا این چه وضع رفته، طرف مثلا تو مترو داشتم برمیگشتم خسته و کوفته رفته بود به افغانی، میگفت پاشو من بشینم. منم آدم عصبی میشم، یعنی این چیزا رو میبینم اصلا نمیتونم سکوت کنم. بعد میگفتم خدایا استغفر، خسته این اومده بالا سرم به این افغانی هی گیر داده پاشو من بشینم. چرا من آدم نیست؟ این مشکل این بود که برگشت یارو بهش گفتم که آقا چی میگی؟ آقا برو چیکار داری، نشسته دیگه همه خسته گفته این نشسته اینجا. گفتم بیا بشین جای من، بیا بشین اینجا. میگفت نواسه جای تو بشینم، این اومده تو کشور ما کارمونو گرفته، جامونو گرفته. میگفتم بابا بیا برو، اینم خسته 100 ساعت کار کرده مثل ما، بیا برو بی خیال شو. نه با پاشه. حالا منم قاطی گفتم خدایا این دست بزنه به این پاشم بزنمش، از یه طرف داستان میشه چیکار. توی این وسط برم اینو بزنم یا نزنم همیشه درگیر بودم دیگه. من توی خلاصه کاملا میدونم چی میگی، کاملا میدونم و متاسفانه زور آدمم نمیرسه برای هیچ چیزی، اونش بده. نمیتونی به کل کلاستون بگی آقا پاشید اینو بگیریم بزنیمش. این چیزه، این داره، این یه معلمه، این باید به ما درس بده، داره حقوق میگیره برای درس دادنش. خب اگه بلد نیست درس بده، یا ما یاد نمیگیریم، یا با متد رو کلا تغییر بدن، یا نحوه زدن ما نیست. چون اگه بود الان ما درس میاد، الان من عربیم خوب میشد. اگه با زدن خوب میشد من میگفتم دمشون گرم، الان هممون عربی بلدیم. یارو میگفت نگاه کن ما الان همه عربی صحبت میکنیم. این متد جواب داده، زدنه جواب داده. میگفتم اوکی داده دیگه پس خوبه. خب وقتی متد جواب نداده، اینا دارن ما رو میکشن، ما یک خط هم یاد نمیگیریم، پس عوضش کنید دیگه. یکی پاشه عوض کنید. من که به قول تو زورم نمیشه. مدیر مدرسه که هیچی، معلمه که هیچی، آموزش پرورش که هیچی، پس کی باید زورش برسه؟ کی واسه میخواد حرف بزنه؟ هیچی. زورمون نمیرسه، فرار میکنیم میریم دیگه. اینجا کاری نمیکنیم، چی نمیشه، فرار کنیم بریم دیگه. چیکار کنیم؟ ما که نمیتونیم اینجا رو عوض کنیم. وقتی اون کلاسمون همه پا نمیشن اینجا رو عوض کنیم، بهترش همون کلاس بریم کلا. خلاصه مشکل این بود که نه کاملا میدونم نمیشد بمونیم، نمیشد و نمیبینن این چیزا رو، نمیبینن. یارو اومده میگه اینا نمیدونم تو خارج دستشویی میشورن و نمیدونم فلان، اینقدر فکرش ضعیفه. میگه پس تو جزو اقشار ضعیف جامعه بودی. میگم آره عزیزم، اون 70 میلیون جزو اون 70 میلیون بودم. شما جزو اون 5 میلیون 10 میلیون بودی. خدا خیرت بده. وجدانم نه تنها پول داشتی، وجدانم نداشتی. الان چی میگی؟ مشکلت چیه؟
من جز اون 70 میلیون یه جور میگه اخشار ضعیف انگار مثلا اول فوشه، مثلا الان داری منو تخریب میکنی، همون اخشار ضعیف من مشکل داره. اگه من ضعیفم که مشکل از جامعه است، بازم کار خوبی کردم مهاجرت کردم. تو اومدی اون اومده به من ثابت کنه که من ضعیف بودم در رفتم از ایران. من میگم آقا جامعه باعث شده آدم ضعیف شه. اینجا چرا مثلا اقشار ضعیفش مثلا شاید 1% از جامعه باشن دیگه، یه جایی دولت میگیره اون زیرشون رو نمیذاره حداقل تخریب بشن. یعنی طرف که یک قرونم پول نداشته باشه اینجا یه مشکلی براش پیش بیاد، تو همین سنتروم ما میره یوریدیش لوکت براش وکیل رایگان میدن، کلی ساپورت میکنن. خب ولی ایران یکی با مش میزنتش، یارو میگه ببین من الان این شکایت کنم باید برم یکی وکیل بگیرم، پول ندارم وکیل بگیرم، الان سر کارم نباید امروز برم، کرایه خونه یعنی آره دیگه بدبختن در بدبخت میشم. ولش کن بابا، بزن پای چش من، 2 تا چکم بزن اینور. یعنی فرمان مسیح رو همونجا بچه‌ها اجرا میکنن، یکی اینور زدی 2 تا هم اینور بزن، برو ولم کن که با همین چکت میتونه بنیاد خانواده مثلا بپاچه. بس چی؟ من اومدنه بهم خالم برگشت گفت میری با تیر تو مرز میزننت میکشنت. گفتم ببین منو تو مرز بکشن از این کشور میرم بیرون، بین مرگ و بیرون رفتن این کشور من مرگ رو انتخاب میکنم. هم جمع بودم گفتم اینو بدونید، من نمیگم میرم نمیرم تو این مرزها، چون از ایرانم پیاده گفتم بمیرم، من بمیرم تو این کشور دیگه نمیمونم. حالا میگی میمیرم، منم نمیگم نه خیلی جای امنی دارم میرم. واقعا آدم باید اون ایدئولوژیشو داشته باشه دیگه. سخته، یعنی کار بزرگی کردیم، واقعا کار آسونی نیستش. هر کسی این قدرت فکری و روحی نداره، نمیتونن و نمیشه آدم بهشون خورده بگیره، کار سخته. من میگم کار اونا خیلی سخت داره به خدا. تو ایران موندن و تحمل کردن و دیدن این حرف، دیدن این چیزا و سکوت کردن و این چیزا خیلی سخته از کاری که ما میکنیم. یعنی آره سخت پا شدن داد زدن به یه همچی معلمی یا به همچی جامعه‌ای خیلی آسان تره که بشینی سکوت کنی، واقعا خیلی آسان تره. من هم بکن بشینی یارو مثلا داره به چرت و پرت میگه و میدونی حقم نداره و میدونی اصلا طرف وظیفه پول داره میگیره بهت مثلا دست. حالا ما یه معلم رو داریم مثال میزنیم، تو برو از همه جا همینه. حالا مثلا من مدرسه رو مثال میزنم، سر کار همینه. مسکن مهر رفته بودم مسکن مهر کار کنم، فوم بتون میریختیم. خب باید اون موقع فوم بتون تازه اومده بود تو ایران، چون آره از آلمان تازه متد جدید مثلا واسه خودمون آورده بودیم و این چیزا من تحقیق کرده بودم، خیلی خوبه، چیز جدیدیه، خیلی بهتر از پوک است، سبکتر و نمیدونم فلان اینا. اصلا با مهندس باهاش صحبت میکردم، میگفت ببین من ترکم باید بزنی تا بفهمم. میگفتم بابا این کاتالوگشه ببین چه جوریه فلان. اون یکی بدبخت میشیم تا با مهندسه بخوایم مثلا رابطه برقرار کنیم که مثلا نگاه میکرد میگفت یه جوون مثل تو مثلا فکر کنم 16 17 ساله، تو من کارو بهت نمیدم. گفتم کار به من نمیدی که دستگاه تکنولوژی میخواد بزنه کارو برات، من که کاری نیستم. داشت فکرم خب بیل بزنم، این دستگاه میخواد بزنه. میگفت نه حالا بگذریم، من که چون سری بود پول زیادی مثلا یارو میدید، خب ما تو مثلا یه جا رو یه مدرسه رو تو 3 روز زدیم پولش میشد 12 میلیون. یارو میگفت من بهت پول نمیدم. گفتم چرا؟ میگفت تو 3 روز 12 میلیون پول میخوای. میگفتم چه ربطی داره، ما این متری پول نمیگیریم، من ربطی نداره که الان کاشی کار بیاد مثلا بهش میگی متری 60,000 تومان، الان یه دفعه 4 روز دیگه بیاد بگه مثلا همه رو زدم، تو میگه 4 روز. به جز این که خب پولای مثلا جوونا و بچه‌ها اینا زورشون نمیرسه به اینا که مثلا بابات با وزیر چیزی باشه بگی میدونی بابام کیه حالا پولو بذار رو میز. به جز این مسکن مهر حکومتی بود، اصلا این واسه دولت بود. به ما میگفت به جای 7 تا سیمان باید 3 تا بزنی، توی هر مخزن 7 تا باید اصولی میزدی. میگفت باید 3 تا بزنی. میگفتم عزیزم میدونی چه اتفاقی میفته؟ 3 تا بزنم میدونی چی میشه؟ میگفت هیچ چی نمیشه، 3 تا بزن. من مگه مهندس اینجا من نیستم؟ میگفتم چرا؟ میگفت مگه این ساختمونا من مسئولش نیستم؟ میگفتم بله. میگفت من نباید جواب بدم، تو رو مگه کسی میشناسه؟ تو 3 تا بزن، تو چی کار داری به این 3 تا که برات آسان‌تره به جای اینکه 7 تا سیمان بریزیم 3 تا سیمان میریزه دیگه یارو. میگفتم نمیشه آخه بابا، این
بتون آخه سفت نمیشه. میدونی چی میگم؟ میگفت روی این کاشی میاد، روی این فلان میاد. شما میگی اصولش 7 است، اما ما 3 تاش هم تست کردیم. بیا بریم فلانجا، کل اینا 3 تاست. منو میبینی من نگاه میکنم میگم خدایا کل این شهرک 3 تا بتون زدید؟ میگفت آره. میگفتم من شرمندم، من نمیزنم. بچه‌ها جمع کنید بریم به همون که 3 تا زده بهت بگو بیاد بزنه. میدونی چی میگفت؟ اون آخه دستگاهش خراب شد، مریض گفت به من چه مریض باشم. میدونی اگه این خراب شه چه اتفاقی میفته؟ میدونی زلزله بیاد، حالا مثلا تو میگی روش آجر میاد و اینا میریم روش میخوابیم، از روش زلزله بیاد چه اتفاقی میفته؟ غزه میشه اینجا، یعنی کل این شهرک فرو میریزه رو سر هم دیگه. میگفت بریزه، سبک مگه نیست هیچیشون. اون چیزی که تو میگی ضرر داره چون میخوره میمیرن. گفتم چی سبک داداش؟ برم کن مهندس، بذار برم از این خراب شده. آره مسکن مهر به خدا یه چیزایی من میدم قطرش مثلا خود فوم بتون اصولی بود، مثلا باید 30 سانت بود یا 15 سانت بود، اینا قطرش رو میزدن اصلا از همه جاش میخوردن. یعنی میلگرد و اصولی مثلا باید فلانجا میلگردشو فلان میزدی 4 تاشو میکندن 10 کیلوشو همه چی هر چی هم. ببین یه مش گرگ وحشی بی وجدان افتاده بودن به جون یه کشوری. خب من اینو میدیدم قشنگ خیلی ریل تایم، میدیدم هر کی یه جایی مثلا کفداراش خونه ها رو میجویدن، گنده ها شیراش داشتن مثلا دریاچه ها رو. بخو این چیزایی که تو اخبار میبینی من اونجا 10 سال پیش داشتم میدیدم با چشم. گفتم نگاه کن چیکار دارم میکنن. هر جایی میرفتیم من مدرسه رو توضیح دادم اون فوم بتون این بیا برو جواهرسازی رو برات توضیح بدم، میری اصلا یه جایی که دیگه برمیگردی ایران مثل چگوارا با تفنگ. حیف فقط حیف. ما جلسه بعدیمون 8 درسته؟ باش.